دوستان عزیز، توی این ویدیو میخوایم در مورد یه موضوع بسیار مهم و پر رمز و راز صحبت کنیم که شاید خیلی از شماها تا حالا درباره‌اش چیزایی شنیدین ولی دقیقاً نمیدونین داستانش چیه. دجال کیه؟ چرا اینقدر درباره‌اش صحبت میشه و اصلاً چه اهمیتی داره که ما بیشتر درباره‌اش بدونیم؟ امروز میخوام یه بار برای همیشه این موضوع رو روشن کنیم. پس اگه میخوایم بدونید تا آخر این ویدیو همراه من باشید. تصور کن که یک روز ناگهان همه چیز تغییر کنه و یه شخصیت مرموز و قدرتمند بیاد و ادعا کنه که ناجی جهانه. اما این ناجی کیه؟ دوسته یا دشمن؟ آیا میشه بهش اعتماد کرد یا قراره تو رو به بزرگترین فریب تاریخ بندازه؟ اگه آماده‌ای که جواب این سوال‌ها رو پیدا کنی، پس حتما تا آخر این ویدیو با من باش. خب شاید براتون سوال بشه که دجال دقیقاً کیه؟ دجال در ادیان مختلف به ویژه اسلام یه شخصیت مرموز معرفی شده. گفته میشه که دجال قبل از قیامت ظاهر میشه و مردم را به گمراهی میکشه. اگه بخوام خیلی ساده بگم، دجال کسیه که مردم را با نشونه ها و قدرت هایی که از خودشون نشون میده فریب میده و خودش رو به عنوان ناجی یا حتی خدا معرفی میکنه. و حالا اگه دوست داری بیشتر از این داستان‌های عجیب بدونی، پس همین الان دکمه لایک رو بزن و با کامنت ها به همون بگو که دوست داری بیشتر به چه موضوعاتی بپردازیم. اینطوری ما میتونیم ویدیوهای بهتری براتون بسازیم. نشونه های دجال. حالا بیاین نگاهی بندازیم به نشونه هایی که گفته شده دجال باهاشون ظاهر میشه. مثلا در احادیث اسلامی اومده که دجال از شرق ظهور میکنه و گفته شده که او یک چشم دارد و در پیشانی او کلمه کافر نوشته شده است. همچنین گفته میشه که دجال قدرت‌های عجیب و غریبی داره. مثلا میتونه بارون بیاره یا زمین رو خشکسالی کنه. این نشونه ها دقیقاً برای این هست که مردم رو به خودش جذب کنه و گمراه کنه. حالا فکر کنین چقدر ترسناک میتونه باشه که یک همچین شخصیتی بیاد و شما ندونین که داره شما را به سمت نابودی میکشونه. چطور میتونیم در مقابل دجال مقاومت کنیم؟ خب حالا وقتشه که یکم عمیق‌تر بشیم. چطور میتونیم از دجال و فریب‌هاش در امان بمونیم؟ اولین راه دانش و آگاهی از این موضوع. وقتی بدونی که دجال قراره چطور ظاهر بشه و چه نشونه هایی داره، خیلی راحت‌تر میتونی ازش دوری کنی. دومین راه ایمان قوی به خداوند و آموزه های دینی هست. وقتی ایمان داشته باشی، هیچ فریب و دروغی نمیتونه تو رو از مسیرت منحرف کنه. اگه میخوای اطلاعات بیشتری درباره موضوعات مهم مذهبی داشته باشی، همین الان کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن که هیچ وقت ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندی. نقش دجال در آخرالزمان. شاید براتون جالب باشه بدونیم که دجال چه نقشی در آخرالزمان داره. گفته میشه که دجال قبل از ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرج و حضرت عیسی علیه السلام ظاهر میشه و سعی میکنه مردم رو به سمت خودش بکشونه. اما در نهایت دجال توسط حضرت عیسی علیه السلام شکست میخوره و پایانش رقم میخوره. این داستان ها به ما یادآوری میکنه که هر چقدر هم دنیا به سمت تاریکی بره، در نهایت حق و حقیقت پیروز خواهد شد. اگه از این ویدیو لذت بردین و احساس میکنین چیزای جدیدی یاد گرفتین، حتما نظرتون رو با ما به اشتراک بذارین و یادتون نره این ویدیو رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارین که اونا هم بدونن دجال کیه و چطور میتونیم ازش دور بمونیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. مثل همیشه تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین و یادتون بمونه که آگاهی و ایمان بزرگترین سلاح ما در برابر هر فریب و دروغیه. به خدا میسپارمتون تا ویدیوی بعدی. خدا یار و نگهدارتون باشه.